آقا میلاد سلام. عشقی عقیل جون عزیزمی عدات قربونت، خسته نباشی. خسته نباشی. خیلی خوش گذشته تا حالا در کنار همه دوستان، عدات مخصوصا شما. آقا مهدی هم اومد تو کار. آقا مهدی خدا قوت، ماشاءالله ماشاءالله، عالی. سفر خیلی خیلی عالی بود، خیلی لذت بردیم. فدات شم. آره آره. آه و طاهری هم در حال باز کردن توره، بره ماهی بگیریم انشالله. 40 ماهی بزنیم. حاج آقا فامیلش چی بود؟ آقای اوسیوند هم در حال کندن گردوه. پسرشون هم رفتن بالای درخت که به ما گردو بدن، دستشون درد نکنه. این برم لباسای خیس رو پهن کردیم روی تناب. این برم جلیقه ها و کلاه. آقا خیلی مراقب خودتون باشین. یا علی. پاور بانکه داریم، زیاد آوردیم. آره. این جواد من گفت ما تسخرش گرفتیم، رفتیم فرهاد افتاد میگه درمونو دستیم نکبتی یه چوبه گرفته بود کشی خودشون چقدر آب خورده. خیلی خوش آمدید. مراقب خودتون باشین. یا علی. خداحافظ. خب خیلی مخلصیم. روز چهارم از سد زاینده رود به سمت پارک ناجون اصفهان در حال حرکتیم و همه بچه‌ها یه رفتینگ جلو. بچه‌ها دارن میرن، حمایت میکنن ما رو. ما هم که این برو حسین آقا، آقا حمید، آقا محمد، آدم خیلی خوش گذشته. خیلی لذت بردیم، واقعا عالی بوده. یه روز دیگه تو راهیم. این چند شب و روزم که در حال حرکت بودیم، شبا رو کنار زدیم و تو کیسه خواب خوابیدیم و هوا هم سرد بود. چای آتیشی، سیب زمینی، تون ماهی، تون لوبیا، مرغ، نوتلا، نودل، شکلات. بالاخره باید قوی باشیم بتونیم پارو بزنیم. دائم در حال پارو زدن. اوف، جاتون خیلی خالیه. پشت سر منم ببینید. آی پسر شارژش اومد جلو. آقا من قبول ندارم. حالی تو عکس من تو عکس نیستم. آقا هست این نه درستش ماشاءالله ماشاءالله. صفاوت چه آتیش. I could benefit. Yeah, kannst du durchstehen? Yeah. Yeah. Almanisch Deutsch. بچه ها منو ببینین یه عکس بگیرم. وفاداش میلاد فداتون شم. عشقی
بزن جلو بچه شما 2 تا چپ یه بک بکشه بزن جلو راست بک مهدی بک مهدی بک علی رضا بک نزن نزن سلام کنیم به عمو میلاد. سلام جان دوستان خالی. خب دیگه انشالله سری بعدی. بچه های حرف بزنی آقا عقیل یه صحبتی بکن. خیلی مخلصیم. واقعا ارزشش رو داشتم آنی واقعا بزن راست بک راست بک راست بک 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 بزن جلو. نه من میخوام ارزشش رو داشت. عقیل آقا یه چیزی بگو. داش عقیل صحبتی نداری؟ البته اینا که ندیدم ماشاءالله. سرد آبش. احتمالا اشتباه شدی. خواستم بهره ببرم باید مال همونه. دارکوبا گرفتی بشا هر چمو گذاشتی شما بگیر افتخارش نصیب ما شد. اینا من قصد کارو کردم خدا خیرت بده. بچه ها بزنید جلو سر یه سینا باز بلید برو ببینم یک دوسته یک دوسته یک دوسته یک دوسته یک دوسته یک دوسته بزن بزن یک دوسته یک دوسته یک دوسته یک دوسته یک دوسته بچه ها در حال تهیه هیزم برای آتش زدن. خب نفری باید تنه فیلم میگیرم برو ببینم برو فیلم شد ماشاءالله برو. یک دو عقیل پیمان هم میزنم. آمیلا بیا برو. عقیل بعدم خودت بیا. ماشاءالله داشت مهدی ماشاءالله اینم که همش کج میکنه. بیا منم بیا یکی بیاد از من. علی بیا علی بیا
بذار من صافش کنم شما بازی گرم من صافش ماشاءالله ماشاءالله داشت میلاد ایول ماشاءالله بذار رکورد در ماشاءالله یکی دیگه ماشاءالله این 4 تا بابا چه بازی کنی یکی دیگه سنگین وزن یکی دیگه ها ماشاءالله باری کلا 5 تا